میگوین کسایی که علم ندارن، جاهلا، لولا یکلمون الله، چرا صحبت نمی کند، گپ نمیزنه به امرای ما الله، او تأتینا آیه، یا بیت به ما یک معجزه. کذالک قال الذین من قبلهم، همی قسم گفته بود او کافرایی که پیش از اینا بود، مثل قولهم، مثل سخن از اینها، تشابهت قلوبهم، مشابه شده دلهای از اینها، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بدون شک ما بیان کردیم دلایل را از برای قومی که یقین دارن. در اینجا الله متعال در آیت رد میکند به بالای بعض از مشرکین که جاهلای مشرکین مکه بودن، کفار قریش. اینا میگفتن تا وقتی که الله با امرای ما مستقیم صحبت نکند یا یک معجزه دلخواه نبید که ما او را ببینیم، چیزی که ما میگیم، ما نبوت تو را قبول نداریم، پیامبری تا و یک قرآن کتاب الله را قبول نداریم. الله میگه این گپ از اینا مثل کافرای سابقه است، مشابه است، دلایشان یکی شده. اگر هدف پذیرش حق باشد ما بسیار دلایل بیان کردیم، چطور شما این گپا را میزنیم؟ کسی که دلش به یک چیز نشه انتقادا میکنه ولی الله جواب میده، این بسیار فایده است. و قال الذین لا یعلمون، میگوین کسایی که علم ندارن، جاهلای مشرکین، نادان، بی‌علم، لولا یکلمون الله، چرا صحبت نمی کند، گپ نمی زند مستقیم الله به امرای ما، مشافهتا، یعنی همی تو دهن به دهن گپ بزند، یا ای که وحی کند به بالای ما که به ای که تو رسول الله است، الله وحی کند به خود ما، به هر یکی ما بگوید که همی رسول الله است، قبولش کنید. او تأتینا آیه، یا بیاید یک معجزه بر ما، برهان به صدق نبوتت، همون برهانی که ما میگیم، دلیلی که ما میگیم، یعنی کدام معجزه که ما میخواهیم او بیاد. و این خواسته های از اینا در سورت اسراء بنی اسرائیل بیان شده، بسیار چیزا میگفتن که تو در آسمان بالا شو، برو می تو ما باید تو را ببینیم که رفت، این تو به چشمای ما ببینیم که رفتی در آسمان، باز نموشه یک کتاب زنده را کتاب بگی بیا تا شو ببینیم کتاب در بغلت تا شدی، چند تا ملائکه هم کتید پایین شد، باز اونا بگوین که اینمی رسول الله است، این ما قبول داره، در غیر از او نه. ولی این گپ از یام میگم یک این سوالا، این خواسته ها ضدی و عنادی بود، این حقیقت نداشت. الله میگه اگه می کارم شود یا ایمان نمیاره، ببینن پیامبر را پس آمد، ملائکه هم کتیش قبول نمیکنن، کافر دیگه. اگر اینقدر دلایل قرآن میگه که بر انسان هیچ شک و شبه نمیمانه که بفهمه که قرآن کلام الله است و پیامبر بر حق است، بسیار دلایل میگه. این دلیل های چیز که است، معجزات دلخواه که است، انتخابی، بازی خطرناک است. الله در بسیار آیات دیگه میگه که ما اگر این کارم بکنیم ایمان نمیاریم. چرا؟ و قانون چیز؟ قانون نیست که وقتی که معجزه دلخواه میخوایی الله داد قبول نکردی بعد عذاب عمومی میاد، کل ریشه‌کن میشه. این قانون الله. خب میگه ما یا برای موسی علیه السلام ندیدن اژدها جور شد، چی معجزه کلام عصا، ایمان نآورده. ابراهیم علیه السلام در آتش دیدن درش نداد، ایمان نآورده. عیسی علیه السلام مردار زنده میکرد، ایمان نآوردن. همی یهودیا ایمان نآوردن بر عیسی. مرده زنده میشن بگینه قبول ندارن. دیگه این گپای از یا استکبارن و عنادن، استکبار است، عناد است، خدا کلام گرفتن است. الله می فرماید کذالک قال الذین من قبلهم، یعنی این قسم گفته بود امی گپارا من قبلهم، یعنی کذالک مثل سخن از اینها، قال الذین من قبلهم گفته بود کسایی که پیش از اینا بود، مثل قولهم، مثل می سخنشان. مثلا یهودی ها گفتن که ارنا الله جهرتا، الله را به ما اشکاران نشان بده. این کافرای سابق که است، اسلافشان، بزرگایشان هم گپا گفته، آنیام هم گپای سابقه را تکرار میکنن. تشابهت قلوبهم، قلوب این کافرها در ضد و عناد مشابه شده، یکی شدگیست مثل کافرای سابقه. این کافرها با اون کافرها
یک قسم شدگی است. در ضد و عناد و تکبر از یکی است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بدون شک ما بیان کردیم دلایل را برای قومی که یقین دارند. این دلایل بسیار قوی را ما بیان کردگی است. کسی که حق طلب میکند، یقین طلب دارد، طلبگار حق است، ما بسیار دلایل بیان کردیم و کلش گپ میزنه به صداقت ازی که تو پیامبر بر حق است. اما اگر کسی که قبول ندارد، لقوم یوقنون، کسی که یقین میکنه طلبگار حق باشه، بسیار دلایل است، کافی دلایل. اما کسی که قبول نداره بر ازوار چی که بگوی بیفایده است. این الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کافرای زدوی نادیست به یار چی بگوی هیچ است. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بدون شک ما تو را روان کردیم ای پیامبر بالحق، به حق و راستی، درستی یعنی باطل نیست. بشیرا، بشارت دهنده، کسایی را که قبول میکنند رسالت تو را، کتاب آسمانی را عمل میکنند. نذیرا، ترساننده کسایی که انکار میکنند. ولا تسأل عن أصحاب الجحیم، سوال نمیشی تو از جهنمیا که چرا آتش رفت. از تو سوال نمیشه، تو وظیفه انجام بده، وظیفه انجام بده، سوال نمیشه. در اینجا الله اثبات رسالت پیامبر خودش بیان میکنه. ان ارسلناک، بدون شک ما تو روان کردیم ای محمد فرزند عبدالله، بالحق، به حق روان کردیم. حق شریعت روشن، دین محکم، کتاب روشن، دین اسلام. بشیرن، در حالی که صفت تویست که بشارت بیتی کسایی قبول میکنن و عمل میکنن به نعمتهای دنیا و آخرت. و نذیرن، ترساننده کافرها، کسایی قبول ندارن بترسانشان با آتش جهنم. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو نیستی مسئول از کسایی که ایمان نمیارن بعد از اینکه دعوت کردی، زحمت کشیدی. انما علیک البلاغ، با بالای تو رساندن است، و علینا الحساب، ما حساب میکنیم. یعنی تو وظیفه انجام دادی، سوال نمیشه که چرا این مردم در جهنم آمد. اگه وظیفه انجام ندادی باز سوال میشه. یکم تا میگه که اقا مردم کافر مرده رئیس، الله از ما سوال میکنه چرا اقا مردم کافر میمرن. این گپ بس پیش خود گم میزن. الله از ما ازی سوال میکنه که تو چرا دعوت کردی نکردی، مسئولیت انجام دادی یعنی علیه کفر شرک مبارزه کردی نکردی. ایره نمیگه که چرا جهنم را. هیچ. این برادرای تبلیغ هم گپا را میزنن. میگه الله زمون تپوس کی چوالی دون خلق جهنم تلارم ولی دون خلق کافران شد. ایتون میگن که الله سوال میکنه که چرا مردم کافر شد، چرا مردم در جهنم را. این الله پرسان. الله از مسئولیت ما و شما سوال میکنه، از مسئولیت ما و شما. امر و نهی که الله کرده این وظیفه تا انجام دادی، نه از این پرسان نمیکنه چرا مخلوق در جهنم را. از این سوال نمیشه. این بسیار جای الله بیان کرده. علم که نبود تا آدم گپا را میزنه و علم زیاد میگن نمیخوانند. خب از چی سوال میکنه، از چی نمیکنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى، هرگز راضی نمیشه، خوشحال نمیشه، عنک از توی پیامبر، اليهود و یهودیا، ولا النصارى و نصرانیا، هر دو طایفه خوشحال نمیشه. حتی تا اینکه تتبع، کامل تابع شوی ملتهم به دین زینا، تا که دین و آیینشان قبول نکنی، قوانینشان راضی نمیشه. قل بگوی پیامبر ان هدی الله هو الهدى، بدون شک هدایت الله هو ایمی هدایت الله هو الهدى، این کامل هدایت است. هدایت را که الله روان کرده قرآن پیامبر این کامل است. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بالفرض تابعداری کردی تو پیامبر خواهشات از اینا را، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه برای تو آمده علم و وحی آمده، اگر کردی عذاب می آید، نجات نمیافی. عذاب که آمد ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نیست از برای تو از جانب الله کدام دوستی که نجات بده، ولا نصیر مددگار
کمکت کنه از عذاب الله. در اینجا الله در این آیت هدفی است که کتی یهود نصارا اتحاد ناممکن است. بگوی ما متحد شد. چرا؟ بخاطر اینا تا که دین آیینش قبول نکنید کتی جور نمیه. تا که مثل از اونا کافر نشی نمیشه. تا که مثل از اونا کافر نشی قوانینش حتی کافر هم شوی مستقل قبولت نداره. حالی به این درجه کافر هم شوی بگوی مستقل هست و میگنی غلامش نباشی کافر تابعش نباشی بازم قبولت نداره. فهمیدی؟ حالی که بگوی من کافر شدیم مستقل باشم نه میگه از ما اطاعت کن کافر مستقل هم نباش. چرا می کافرها در بین خود اختلاف داره؟ در کفر خو یکیه بخاطر که یکیش باید تابع دیگهش باشه. تاجیکستان کمونیستی را قبول کرده نه حکومتش ولی تا که از روسیه اطاعت نکنه قبولش نداره. اون غلامه. نیروهای روس در تاجیکستان است. یا ای تو کافر میخواه کافر غلام چه قی ذلته. هم کافر شو و هم غلام شو تا کی راضی شو. پس مومن امکان نداره یعنی اینا هیچ دین آیین شما را قبول ندارن یا از خود قبول دارن و اگر از یار قبول کنی باید مومن نیستی. این تو شده نمیتونه که هم مومن باشی و هم که از اینا دوست باشی و نزدیک باشی و متحد باشی. امکان نداره. یا ایمان است یا نیست. اطاعت کردی ایمان میره. خاطر تا که آیینشان قبول نکنی خوشحال نمیشه. اگر تو بگوی خیر من مسلمان باشم من میا از پیشم خوش باشه این خواب و خیال. یارم خوش کنم در این وقت با اسلامم پابند باشم با اعمال اسلامی پابند باشم امکان نداره. ولن ترضا لن معنای تاکید میته و تا قیامت معنا میته. تا قیامت راضی نمیشه تا مرگ. عن که از توی پیامبر. خب پیامبر سم چقدر اخلاق عالی داشت چقدر اسلام 100% در وجودش بود نه؟ قرآن متحرک بود. ظلم سر کسی نمیکرد حق کسی را ضایع نمیکرد. بسیار خیرش به مردم میره حریص بود به ایمان مردم. از این تو پیامبر راضی نمیشه. ما و تو خود کل اسلام هم در زندگی ما نیست. ما و تو چطور راضی باشه؟ پیامبری که کامل انسان بود به خیر کل جهان رحمت بر جهان بود. الله او را میگه که از تو هرگز راضی نمیشه. یهود از تو راضی نمیشه. از ما و شما چطور میشه؟ کتی همالا ما که قدر دزدی و باندای مافیا و خیانت و غصب و اینقدر ظلم و جنایت میکنیم از ما میشه؟ از این مسلمان های فیلی. ولن ترضا هرگز راضی نمیشه عن که از توی پیامبر الیهود یهودیا کسایی که دعوای یهودیت داره و کتاب ما تورات است. ولن نصارا و نه مسیحی ها یا عیسوی هایی که حالا میگن ما مسیح حتی تا که تا اینکه تتبعه تابع کامل شوی ملتهم بدین از اینا. چمانا تا اینکه اسلام ترک کنی اسلام روشنه و تابع دین مردار از اینا شوی. دین از اینا چیز؟ خواهشات. دین آسمانی خونیست خواهشات از این ملت قوانین از اینا را شریعتشان قانونشان قبول نکنی نمیشن. خب یکی از قوانین از اینا همجنسگرایی است. لواطت مرد با مرد ازدواج میکنه. تا که اینمی را هم قبول نکنی باید به خاطر خوشی از اونا یک مرد شوهر نگیری یک تا را ازدواج کن هیچ راضی نمیشه. باز او بفهمن که ونه خود گرفت ونه ازدواج کرد ونه ازدواج هم کرد دیگه چی کنم بیچاره اما قانون تطبیق کرده رایست دیگه کی را قبول کنیم. پس از این چی فهمیده شد؟ اتحاد ناممکن است. یا ایمان تا دست میتی که اینا یک جای میشی و اگر بگوی که هم اسلام باشه هم اینا باشه و خوش باشه امکان نداره. این گپ الله به ما شما خبر میده. چرا؟ زیرا الله از قلب از اینا میفهمه. حالا می آیت قبول داری یا نه؟ باید میگه ما شما یک کاری کنیم که همین ملت مسلمان خوش باشه اسلام هم باشه همین کافرها خوشحال باشه. امکان نیست. یکم تا در تلویزیون هم میگه پاره میزنم. ما شما باید قسمی کار کنیم که این دوستام خفه نشن این مسلمان هم خفه نشن. ای بسیار فن میخواه
کار میخواه. یک گپ ناممکنم میزنه، امکان نداره. یک وقت در تلویزیون بحث بود که تنها دموکراسی را بخوایم یا اسلام. گفتن که بعضی تو نظر داد که یک کاری میکنیم چیزی از اسلام بگیریم چیزی از او بگیریم. چرا؟ گفت اگر تنها اسلام بخوایم خوب است. مردم افغانستان 99% چند اشاریه مسلمان است. اینا خوش میشن، ولی اینجا که هست ما دوستای بین المللی هم داریم، اینا خفه میشن. دوستای بین المللی حالا ما و شما گفت که دنیا دیگه چی کردیم نه؟ اینا اگر تنها از اونا را بگیریم این ملت خفه میشه. چی کار کنیم؟ یک کاری کنیم که چیزی از این بگیریم چیزی از او بگیریم، اونا خوش این ملت خوش. این پیشنهادش بود. خب و آدم خودش وزیر بود. باز یک تا دیگه گفت که این گپی که تو گفتی بسیار خراب گفت. گفت تو میخوای که یک سلاطه جور کنی، چیزی از او چیزی از او. گفت کسی در اسلام دموکراسی را داخل کرد توهین کرده به دموکراسی. اگر در دموکراسی اسلام را داخل کرد گفت توهین به اسلام کرده. گفت اسلام خط جدا، دموکراسی خط جدا. او بسیار مطالعه کرده، مشاور یک وزارت. گفت تو نکنین، یا اسلام بگوین یا دموکراسی. نمیشه. او از این قار بود که از اسلام چرا یک چیز شده میاری؟ ای تو کار نشه. گفت در این قار بود. بازی گفت خب مقصد ما میخوایم کلگی خوشحال باشه. امکان نداره. راستی که خوشحال کردن از یا هیچ ناممکن. از این بزرگا شنیدم گفت 50% معامله کردم قبولم نکردن. ای بیدینا 50% گفت گپایشان یقین که قبول کردم. همین 50-50 که میگن 50 به او 50 به این قبولش کردم، ولی گفت که مرا برکنار کردم. گفتن 100%. باز ما را گفت که یادتان باشه. ما گفتم تا حالا فهمیدی قرآن وقت میگه که راضی نمیشه. پس دیگه از این چی فهمیده میشه؟ کسایی که اون طرف میگیره این طرف دست داده. این رفت از پیشش، این طرف رفت. اگر این طرف گرفتی اون طرف دست دادی. پس دو راه داری، به او را میری یا به ای را. رایت مشخص باشه. اگر به ای را میری خیر از تکلیف است، گپا است، ولی نعمت ها است دائمی. اگر به او را میری نعمت های دائمی، زندگی دائمی خراب شد. قل ان الهدى هدى الله. قل بگوی محمد از برای از اینا ای پیامبر، ان الهدى بدون شک اسلام هو الهدى، فقط امی دین حق است. ان الهدى هدى الله، یعنی کامل هدایت که دین هدى الله هدایت الله است. قل ان هدى الله هدایت الله که اسلام است، قرآن است. هو الهدى اینمی کامل است، کامل هدایت امیست، فقط امیست. یعنی انحصار هدایت در امی دین اسلام شدگیست، در قرآن شدگیست. خب اینجا سوال پیدا میشه که چی میشه که گپ از وارم قبول کنیم؟ الله میگه کدی یکم تو میگه چی میشه؟ ولا این اتبعت، اگر تو بیداری کردی بالفرض. پیامبر هم خود نمیکرد، ما شما را میگه اهواهم، خواهشات از اینا را. گپا از اینا خواهش است، آرا و نظریاتشان او نظریاتی که اینا دارن. بعد الذی جاءک من العلم، بعد از این که آمد تو را علم وحی آمدگیست، بعد از این کردی ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نیست کسی که از جانب الله تو را حفاظت کنه یا عذاب از تو دفع کنه. ولی دوست که حفاظتت کنه، نصیر که از عذاب الله نجاتت بده. سعی کنین الله رسول الله صلی الله علیه و میگه اگر تابعداری کردی هیچ کس نجاتت نمید. که چقدر نزدیک است به الله. ما و شما را چی؟ ما و شما که بکنیم میمانه. ما و شما را خود بسیار خود پیامبر خدا چقدر دوست داشت. میگه اگر تابعداری کردی کسی تو را نصرت مدد کردن نمیتونه، عذاب میاد، عذاب دردناک. پس الله بر ما شما ثبات بده، فقط به اسلام محکم باشه. خلاص اینه میره میخوایم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت، به معمور است. وانا اول المسلمين، وانا من المسلمين، از جمله مسلمان ها است. تکلیف است باشه. الذين اتيناهم الكتاب
يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. در اینجا الله را بیان میکنه که بعضی اهل کتاب کسایی است قرآن قبول دارن. الذين آتیناهم الکتاب، کسایی که به اینا کتاب دادیم، یتلونه میخوانند امی کتاب الله را حق تلاوته، حق تلاوت با درست بیان میخوانند. اولئک یؤمنون به، یا ایمان میارن به قرآن. و من یکفر به، هر کسی کفر انکار کرد به قرآن، فاولئک هم الخاسرون، اینا که از تاوانیستن و هلاک شوندگان هستند. الذين آتیناهم الکتاب کی است؟ الذين آتیناهم الکتاب، کسایی که اینا کتاب، یهود نصارا، حتی بعضی مفسرین میگه که مسلمان هم در داخل است. آتیناهم الکتاب، به اونم کتاب داده شده، به ما و شما. یتلونه حق تلاوتی، قرائت میکنن، بیان میکنن، به حق بیان کردن، میخوانن به حق خواندن. حق خواندن چی را میگه؟ که معنایش یاد میگیره، مفهومش، تابعداری از احکامش میکنن. اینی را میگه. حلالش حلال میدانه، حرامش حرام. کل صحابه میره میگه. حق تلاوتی نیست که لفظش خوانده میره از معنا خبر نیست، احکامش عملی نمیکنه. هی حق خواندن نیست. حق خواندن بیان کردن نیست که یاد بگیری و آنچه که هست عمل کنی. حلال حرام بگویی، حلال بگویی، حرام حرام بگویی. نهی الله را اجتناب کنی، امرش عملی کنی. این حق تلاوت است. اگر معنا را نمیفهمی هیچ، اون خوانده رئیس نه، قاریای به مفهوم، به معنا و به مفهوم. یه چیز خدا هم نجات داده نمیتونه. پس شما کوشش کنید کتاب الله را که میخواین به حق خواندن بفهمید چی میگه. این وقت است که معنا را بخوانید، تفسیر را بخوانید، بار بار بخوانید. اولئک یؤمنون به، این کسای ایمان میارن به قرآن، کسایی که حق قرآن میخوانند یا ایمان میارن، یا معاند نیستن، تحریف هم نمیکنن. در بین از بعضی ها بود و من یکفر به، هر کسی کفر کرد به قرآن، فاولئک هم الخاسرون، این در دنیا و آخرت تاوانی است و نجات نمیافه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. در اینجا الله متعال در آیات سابق نعمتایی که به بالای بنی اسرائیل کرده بود یهودی ها بیان کرد و ایران بیان کرد که یا در برابر نعمتها چی کردن؟ کفر کردن، ناشکری کردن، عناد کردن، بسیار گناه را انجام دادن. حال الله متعال اینجا دوباره تکرار میکند که همی با تاکید میکند که این نعمتها را برتان دادیم، میره یاد کنین، مطابق نعمتها عمل کنین، اگر نه باز عذاب که آمد نجات نمیافین. و بعدا واقع ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، اولاد یعقوب علیه السلام، ای فرزند پیامبر مطیع، ای اولادای پیامبر که تابعدار حکم الله بود، شما چرا یاغی و باغی شده؟ یهودی ها را الله میگه. یا یاغی و باغی شده بودن با وجودی که اولاد پیامبر بودن یعقوب علیه السلام. اذکروا نعمتی، یاد کنین نعمت مرا. شما دیدین که از نسل پیامبری تا آدمای بد هم میبرن. یعقوب علیه السلام چه آدم نیک بود، در قرآن بیان شده در مختلف آیات ها سورت یوسف اینجا. ولی اولادش تو کافرای خطرناک هم برآمد. این یهودی ها که هست اولاد ازی هست، اولاد یعقوب علیه السلام. یاد کنین نعمت مرا التي انعمت علیکم، آن نعمتی که من به بالای شما کرده بودم. این نعمت به خود ازی به بالای پدرایشان، یهودی هایی که موجود بود در مدینه، اینا را میگه نعمتی که به پدرایتان کردیم. نعمت به بالای آبای، نعمت به بالای فرزنده هم است. و انی فضلتکم، و من شما را برتری دادم علی العالمین، با تمام امت هایی که قبلا تیر شده بود و امت هایی که در زمانتان بود. در همون زمان خودشان اینا بهترین ها بودن. الله یا را برتری دادم. حال شما چرا این نعمت هایی است که اطاعت بکنین از الله، چرا شما یاغی و باغی شدین؟ واتقوا، بترسین، خود را نگاه کنین، یوما، از روزی که قیامت، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع کرده نمیتواند یک نفس غیر مجرم است از نفس مجرم شیئا، هیچ نوع عذاب را.
هیچ نوع عذاب الله را دفع کرده نمیتونه. ولا يقبل منها عدل، قبول نمیشه از این نفس مجرم عدل جرمانه پول پیسه بده. در دنیا یک راه نجات است که یک کسی را در جایت میاری میگی را بی مرا الا بودی یا ضمانت میتی، اونجا ضمانت قبول نمیشه. دوم است که فدیه میتی، پول پیسه خدا خلاص میکنه. سوم یک کسی بزرگ میاد شفاعت میکنه. الله میگه ولا تنفع شفاعت، به نفس مجرم شفاعت فایده نمیرسانه. شاید بعد شفاعت بکنه نمیشه. ولا هم ینصرون، و نه مدد کرده میشوند، یعنی کسی اینا را نصرت کرده نمیتونه. 4 راه نجات در دنیا است، بند است. پس چی نجات است؟ راه نجات است که ایمان به کتاب الله و عمل به کتاب الله، دین الله، دیگر راه نجات نیست. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی که امتحان کرد، یاد کو وقتی را که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام رب خالق و معبودش به کلمات و چند دانه احکام و دستورات فرمانها، فاتمهن به صورت کامل انجام داد ابراهیم این نعمتها را. قال گفت الله انی جاعلک، بدون شک من تو را میگردانم، للناس از برای انسان ها، اماما، امام مقتدا و پیشوا. قال و من ذریتی، گفت ابراهیم علیه السلام از اولادای امام بگردان، بابام نبوت بته کلشا. قال لا ینال عهد الظالمین، الله گفت نمیرسه عهد و پیمان ما به ظالما. کسی که ظالم باشه بعد از او امامت و نبوت نمیتیم. مناسبت ازی بود که قبلا از بنی اسرائیل یاد کرد که با وجودی که الله نعمتای زیاد کرده بود، اینا کفران کردن، عقیدهشان خراب بود، بسیار ظلم و جنایت کردن. حالا الله این را بیان میکند که اگر اینا راستگو می بودن، یهودیا تابعداری دین ابراهیمی را میکردن. ابراهیم علیه السلام تابعدار حق بود، هر جایی که حق میدید قبول میکرد. اینا حق دیدن، پیامبر دیدن، قبول ندارن، در حالی که پیامبر به دین ابراهیمی است. کدام کارهایی که ابراهیم علیه السلام کرده، این پیامبر به مو روان است، در ملت ابراهیم. اینا میگن که ما در دین ابراهیمی استیم، ولی دین ابراهیمی خود توحید بود. شرک میکنن، خدا نسبت میتن به فلانی خان. مثلا یکم تو میگه ما سید هستیم، چی ما سید؟ اولاد پیامبر است. عقیدهش ببینی، عملش ببینی مخالف. بعضی میگه خوجه هستیم. خوجه چی معنا؟ اولاد ابوبکر صدیق است. خب حالا عقیدت مثل ابوبکر است؟ نه. اعمالت مثل ابوبکر است؟ نه. خیلی خوجگی بر تو چی فایده میرسانه؟ خوجه باشی و سید باشی. یکم تا دیگه میگه من مجاهد هستم، 14 سال جهاد کردم. خب حالا چی کار هستی؟ سابق تیر شد. مجاهد خو اینی صفت داره، این صفت داره، این صفت داره. نه میگه والا ما مسابقه ما که بود با مو حساب ما را بگویید. این نمیشه. سابقه که بود و آدمای خوب تیر شد، حالا تو از خود گپ ده. این تو نمیشه که اولاد پیامبر هر کی که بود هر جرم جنایت میکند، هیچ او برش ضرر نمیرسه. رسول الله صلی الله علیه و فاطمه را تلبیس گفت یا فاطمه انقذی نفسک من النار. ای فاطمه خود از آتش نجات بده. لا اغنی من الله شیئا، لا اغنی عنک من الله شیئا. من دفع نمیکنم از عذاب الله هیچ چیز را. فاطمه را گفت. اگر عقیده و عمل صحیح بود نجات میافید، غیر از اون نه. اگر به اساس نسب کسی نجات پیدا میکرد، اولاد نوح علیه السلام نجات پیدا میکرد. چی گفتش؟ یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. سوار شد در کشتی، کافر نشد. گفت من در کوه پناه میگیرم، غرق شد، هلاک شد. نوح علیه السلام با الله عاجزی کرد که اولادم بود، الله تهدیدش کرد، گفت که انه لیس من اهلک، اولادت نیست، تابعدارت نیست. چرا؟ انه عمل غیر صالح، عملش غیر صالح، عملش عقیدهش است. عقیده را و عمل گفته شد. عقیده و عملش صحیح نیست، این را چطور اهل میگی؟ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری سوال نکو. گفت انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو را منع میکنم که از جمله جاهلا شد. سوال جاهلا نکرد. با نوح علیه السلام چی گفت؟ یا رب
الا تغفرنی و ترحمنی اکن من الخاسرین. اگر نبخشی رحم نکنی هلاک میشم. هیچ کسی عقیدهش خراب است، عملش با سید بودن و خواجه بودن و آقا بودن، ما آقا هستیم ما خواجه هستیم، بسیاری هم گپا را میزنن، نجات پیدا نمیکنه. یهودی ها چی میگفتن؟ ما دین ابراهیمی است، پیامبر ما یعقوب علیه السلام است، ما اولاد پیامبر هستیم. یا میگفتن ما نجات، ما که در جنت نریم کی میره؟ الله میگه با اساس نسب جنت نیست. جنت نعمت با اساس چی است؟ با اساس عقیده و عمل است. هر یک خودش کل امرئ بما کسب رهین. هر کس در گرو اعمال خودش است. هر کس در گرو اعمال خودش. عقیده عمل داشت خوب، نداشت نیم. اگه کافر شد خودش باز جواب میده. الحمدلله که الله متعالی تو نمیگه که پدرت کافر بود اولادم مجازات کنه، نمیکنه. اولاد کافر بود پدرم مجازات کنه، نه. هر کس مسئولیت فامیلی خود انجام داد، کس کافر میشه جزای خدا میبینه. الله رد میکنه در آیات ها بالای مشرکین مکه میگفتن ما در دین ابراهیمی هستیم، یهودی ها را رد میکنه. الله میگه که ابراهیم چه قسم آدم بود، چه قسم پیامبر بود. و اذ ابتلا، وقتی که امتحان کرد الله متعال، یاد کو میگه وقتا عبد و بنده خود را ابراهیم کلمه سریانی است یا عبرانی است، به معنای ابو رحیم، یعنی پدر مهربان، معنیش پدر مهربان. به کلمات مکلفش کرد به چند تکالیف شرعی. تکالیف چیست؟ اوامر و نواهی. این کار بکو، این کار نه، این انجام بده، این از این چیزا اجتناب کن. ابراهیم علیه السلام چی کرد؟ فاتمهن، به صورت کامل او را انجام داد. بعضی میگه که اون مدت سنت ها است، سنت های سر تا بگیو، بروتای تا کم کو، ناخونای تا بگیو، ریش تا ایلا کو، مویای اضافگی بدن بگی، این مویی، این چیزا. خوی خواهد جمله احکام سنن مستحب بوده، ولی مهمترین کلمات که بسیار تکلیف دید او چی بود که ابراهیم علیه السلام انجام داد؟ الله برش گفت که علی پدر مشرکت مقابله کن، پدر دعوت. این سخت است. خب علی پدر خیست گفت که و از قال ابراهیم لابیه آزر اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، تو و قومت در گمراهی آشکارا میبین. علی قوم مشرک بخیستاد شد. این بسیار سخت. پدری که بسیار زور و قوت داشت، سرمایه دار بود. پدرش گفت که اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، خدای مرا قبول نداری؟ لئن لم تنتهی لاجعلنک من المرجومین. گفت من تو را سنگسار میکنم میگه پارا بگو. پدرش به ابراهیم گفت که وهجرنی ملیا، بسیار زمانه مرا ترک برای از خانه. ابراهیم علیه السلام گفت که اینی ذاهب الی ربی، من میرم به طرف ربم. اینی مهاجر الی ربی، من به طرف دین رب میرم. قانا را اعلا کرد، کت قوم مبارزه کرد، کت پاچای کافر مبارزه کرد. بسیار سخت. قوم، پاچا، پدر، کل مخالف. به حدی که آتش برش آماده کردن، به آتش انداختندش. این تو یک عقیده هم داشت ماشاءالله. گفت که یا الله نجات بده. بعضی روایت هاست قرآن رد تاییدش نمیکنه. جبرائیل آمد گفت چی کمکت کنم؟ گفت از تو نمیخوایم، گفت از الله میخوایم. مستقیم مرا الله نصره. الله برش گفت که یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش سو سرد و سلامت به ابراهیم باش. تو یک عقیده محکم ماشاءالله. ما و شما میگیم ملت ابراهیمی استیم. گفت اولادت ذبح کو، در خواب دیده، خواب پیامبر وحی. بچه هم که یک بچه داره، تو هم در 100 سالگی 80 سال پیر شده، اسماعیل الله برش داده، اول اولادش هم. الله گفت ذبحش کو، 7 ساله بود 30 میدوی. بسیار سخت است. باز مشوره میکنه که بچه خود ابراهیم علیه السلام میگه اینی، میگه بدون شک ما دیدیم در خوابم انی اذبحک، من تو را ذبح میکنم، فانظر ماذا ترى، چی فکر میکنی؟
ولی او را تو تربیه کرده بود. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر جان انجام بده بانچه که مأمور است. سبحان الله. ستجدنی انشاءالله صابرا، انشاءالله گفت من صبر میکنم. فلما اسلما، قرآن میگه هر وقت تابع شدن و تلوا للجبین، به یک بغل انداخت کار ده که گرفت. و نادیناه ای ابراهیم، آواز کردیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوابت صادق کردی، پورا کردی، آفرین. انا كذلك نجزي المحسنین و فدیناه بذبح عظیم، یک گوسفند زیبا را برشاد گفیر ذبح کن. سلام علی ابراهیم، الله به سلامتی باد به ابراهیم علیه السلام. دیگه اولاد و زن برد در هجرت از عراق، فلسطین، سوریه، کل جا را گشتن. یک جای به دیگه جای دعوت میدن. در مکه که آمد دشت چیز نیست، نه دکان است نه دیگه. زن امان کت اولاد. الله گفت الا بتی زن اولاد. بسیار سخت است. خب زن کت اولاد الا بتی. وقتی که ابراهیم علیه السلام رفت، خانمش گفت که به کی ما را اعلام میتی؟ الا من تترکنا. چوب کرد. باز گفتش به کی اعلام میتی؟ چوب کرد. سیوم مرتبه گفت امرک ربک، آیا ربت امرت کرد؟ ابراهیم گفت میتو کرد. بله. باز خانمش میگه خیلی برو دیگه. فاذن لا تزیون ربنا، رب ما رضایی نمیکنه. باز میدوید دمی صفا و مروه، ایسو پشت آب، ایسو آمد که زیر پای ابراهیم علیه السلام چشمه زمزم برآمد. الله و عمل هاجره که خانمش بود، او را الله طور جور کرد که آل فرض کرده که در صفا و مروه مردم او را عبادت جور کرد. باید بدوندم اونجا. ان الله کتب علیکم السعی فاسعوا، الله سعی به بالایتان فرض کرده که صفا به مروه بری، نکنی اون کار حجت نمیشه. فاسعوا، باید سعی کنیم بین صفا و مروه. این حال مبارزه علیه پدر، علیه قوم، علیه پادشاه، اولاد اعلا کردن، هجرت از یک وطن به دیگر یک وطن. به می خاطر است که الله را گفت انی جاعلک للناس اماما. تا که تکلیف زیاد برداشت نکنید درجه الله نمیده. این قانون میشه، فیصله شه. باز علما میگن العطایا علی متن البلایا. عطایا که است بخششی های الله، این با پشتر بلا و مصیبت. تا که بلا و مصیبت را قبول نکنید الله نمیده. از قال و دیگه ای که بطا را ای چقدر زور میخواه. بطخانه مردم خدا میگه او را زده تکه تکه کنه، بسیار زور میخواه. ما و شما یکم کارهای اسلام اینجا زدن هم نیست، همون را نمیکنیم. در یکم جای میفهم اینجا زدن نیست، رفع یدین نمیکنیم. بکنیم میگه ولی وابی نگاه یکمش نمیکنیم. یک آمین نمیگیم. اگر بگوین چطور است عقیده خودم بیان نمیکنیم، چوب هستیم. اما عقیده ما را هم نمیگیم. میگیم خفه نشه می آدم، نه؟ نشه خفه دوستیش گمش که می اندوال ماست. یک کسی گفته بود که صاحب چرا این گپای حق نمیگی، مردم بد است؟ گفته بود یک سلام علیکی داریم، میخوایم سلام علیکی ما هم قطع شود. همینطور سلام علیکی، حالا تو سلام علیکی چرا میکنی؟ سلام به کی میتی؟ چرا که تزی دوستی داری؟ الحب لله والبغض لله. محبتت خب به خاطر الله باشه، بدی بد میبری به خاطر الله باشه. سابق مرا میگفتن ملت کیست؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم میتو آدم و از ابتلا وقتی که و با می خاطر است الله سیک به این نبوت داد. کل انبیا که بعد از ابراهیم آمده کلش اولاده ابراهیم هست. درجه تماما انبیا اولاده عزیز، به خاطر که تکلیفی که برداشت کرد. این بسیار درجه است. حالا این تو یک پیامبری است که گفته بعضی بین المللی یهود هم میگه من در دین عزیزم، میفهمه که آدم صحیح بود. نصارا هم میگه، مشرکین مکه هم میگه، ما شما هم میگیم. اگر که اونا از پیش خود ادام میکنن ولی میفهمن که اینمی آدم صحیح بود. الله ایره طور که حال ما در کتاب آخری آسمانی یاد ازیره میکنیم، عبادت الله را میکنیم. در نماز خواندن رکن نماز از قرائت، عبادت الله را با یاد ازی میکنیم و یاد خیرش. و از ابتلا وقتی که امتحان کرد، الله امتحان میکنه هر کس، انبیا را هم کرده. حال با بالای ما که امتحان آمد چرا خفه شویم؟ او خود تکلیف است و باید ثبات داشته باشه.
ابراهیم علیه السلام رب خالقش به کلمات بچن احکام فاتمهن، این را تمام کرد کامل، یعنی به صورت پورا انجامش داد. قال اینی جاعلک للناس اماما، گفت الله من تو را میگردم برای مردم اماما. امام مقتدا، قدوه، مقتدای خیر که تو مردم هدایت کنی. ابراهیم علیه السلام قال گفت من ذریتی اجعل من ذریتی ائمه، بگردان از اولادی من اماما را تعیین کن. اماما در دین، نبوت میگه، رسالت برش بده. قال لا ینال عهد الظالمین، گفت الله نمیرسد این فضل بزرگ به هیچ یکی از کافرها، به کافر نه، به ظالم نه. از این فهمیده میشه یکی که انبیاء علیه السلام معصوم هستند، از گناه های کفر و شرک کزی معصوم هست، یا ای که وحی را درست بیان نکنه. بعضی گناه عملی صغیره باشد صادر میشه. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یاد که وقتی را که گردانیدیم بیت الله را مثابة للناس، مکان بازگشت از برای مردم، و امنا، جای امن، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، حکم کردیم که بگیرید مقام ابراهیم مصلا، جای نماز که نماز بخوانید. و عهدنا الی ابراهیم، حکم کردیم به ابراهیم اسماعیل علیه السلام ان طهرا بیتی، پاک کنین خانه مرا للطائفین، از برای طواف کننده، و العاکفین، کسایی که اعتکاف میکنن، و رکع سجود، کسایی که رکوع و سجده میکنن. در اینجا الله متعال دیگه مقام ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. میگه یاد که وقتی که ما کعبه معظمه را جعلنا گردانیدیم مثابتا، مثابه مرجعا، مرجع از برای انسان ها که از هر طرف میاد، جای بازگشت، میای عبادت میکنه میره، باز میره و باز میای. و امنا، امن، مکان امن، هر کسی که داخل شود و من دخلو کان آمنا، با عقیده توحید داخل شود امن میشه از آتش جهنم، با ایمان و عقیده داخل شود. و حتی در دنیا هم بعض گناه را کرده باشه اونجا داخل شود باید امن باشد. بسیاری ائمه میگن که نباید یک کسی یک مجرم در اونجا جزا بده تا که اونجا نبرآمده یا قتل کرده حق جزا نداره. اما حال مجرم چی که آدمای نیک از اونجا میکشن میبرن به بندی خانه، آدمای نیک میکشن میبرن اعدامش میکنن. حالی تو حکومت هست اونجا. واتخذوا من مقام ابراهیم، حکم کردیم که بگیرین از مقام، جای استادن ابراهیم، مصلن، مصلن مکان نماز، یعنی همون جایی که ابراهیم علیه السلام نماز خوانده همون جا بخوانید نماز. حالاجی ها که میرن 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم سنت است، خب خوانده شد و یا با برابری از او دورتر باشد، بسیار جبیر بار است. فعلا الله چقدر مقام داد به ابراهیم، نقش پای قدمش سابقه بوده، حالا او چیزی که فعلا است علما میگن او نیست، او سابق بوده که کعبه را جور میکرد، پایش نقش پایش دمون مانده بود. و عهدنا الی ابراهیم، عهد کردیم، عهدنا چه معنا؟ حکم کردیم، امرنا ابراهیم و اولادش اسماعیل ان طهرا بیتی، پاک کنین هر دویتان خانه مرا. بیتیه نسبت بیت الله را الله به طرف خود داده به خاطر شرافت و عظمتش. از چی پاکش کنین؟ از اوتان و بتها، اوسان بتها او اویزان بود دیگه، از شرک پاکش کنین، از عبادت غیر الله پاکش کنین و خودش هم از نجاست ها پاکش کنین. برای کی پاک کنین؟ للطائفین، از برای طواف کننده. بزرگترین عبادت در اونجا طواف است، اعتکاف بکنن. والعاکفین، طائفین طواف میکنن در چاره، عاکفین اعتکاف میکنن در رمضان، بسیار ثوابش بالا در اونجا اعتکاف کردن. و رکع سجود، از برای نمازگزارا، نمازگزارا رکوع کننده و سجده کننده، 2 بخش نماز را بیان کرد. و ابراهیم علیه السلام باز اونجا که رفت هیچ چیز نیست، دشت خالی بود. اینجا ابراهیم علیه السلام وقتی که جور میکنه بیت الله را باز دعا میکنه. اول به زندگی اقتصادیشان دعا کرده، بعد از او باز به ایمانشان، به عقیدهشان. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. یاد کو وقتی را که گفت ابراهیم علیه السلام رب ای رب ای خالق ای معبود اجعل هذا بگردان امی شهر را بلدن یک شهر آمنا که به امنیت باشد. امنیت بسیار مهم است. امنیت که بود باید رزق هم بده ورزق اهله روزی بده اهل از این کسایی که در اینجا زندگی میکنن من الثمرات انواع رزق روزی میوه ها من آمن منهم بالله والیوم الاخر هر یک از اینا که ایمان دارن با الله و روز قیامت. قال گفت الله و من کفره کسای کافر هم هستن فامتی و قلیلا فایده و بهره و زندگی دنیا را میتم قلیلا کم وقت ثم استره بعد مجبورش میکنم کشش میکنم الى عذاب النار به طرف عذاب آتش و بئس المصیر بد جای بازگشت است آتش. ابراهیم علیه السلام دعا میکند یکم تا میگه دین که از دنیا رو نمیخواد امنیت نمیخواد. عقل جاهل مردم در دین اسلام امنیت است. انبیایی که آمدن امنیت رزق در جایی که امنیت باشه رزق فراوان باشد خلاص دیگه از این که چیز خوب کل نعمت دنیا همی است. این همیال کسایی که از افغانستان پاکستان فرار میکنن در اروپا میرن چرا؟ میگه یکی امنیت است دیگه اشکم ماسیر است. میگه اینه که پرسانش کنی یکم تا که زنگ میزنم میگم چطور زندگی او بسیار امنیت شبم میگم برقا چالانه ای شب روز فرق نمیشه. خب میفهم که یک کمی کشش کردنی حتی اینجا که میرن میگه 90% مرگ است خیر است همونجا برسه 90% مرگ قبول داره که به امنیت برسه و به رزق فران دیگه میگم نان این گپا است چی میگی تو چی نان است میوه آنچه که بخواهی است. خب آرام هستی دیگه بسیار خوش هستیم دیگه جنت دنیاست بلا تشبیه اگه خفه نشی میگه مولوی سید بسیار جای خوب است. یه افغانستان خود دوزخ بود جهنم بود میگه کشتار است و زدن است گشنگی است. اینجا بسیار دیگه زندگی دیگه قسم است. میفهم که همین دو چیزی را اونجا کشانده و دیگه قصه دنیا نیست اکثرش کم پرست است کم سیر باشه آرام باشه تا که میمرم باز که زندگی را که نحوی زندگی چیز اسلامی است نیست در قصه از اون نیست اوشا پرسان نمیکنه. امنیت اقتصاد اشکمت سیر فضا آرام دیگه هر چیز دیگه جور میشه تمدن آبادی همه این دو چیز نبود این چیز نمیشه. این میال کسی اقتصادش بالا باشد امن باشه خلاص دیگه بسیار کارا جور میشه هم دیگه دنیا که قچیزا رو جور میکنن از این میاد اقتصاد بالا اون در مریخ اینجا تحقیقات داره اگه اینا باشه نیست. این اسلام میخواه ولی امنیت و رزقی را میخواه که در تحت قانون وصای قرآن باشه. به خاطر اگه این نبود دنیا از آخرت نیست. الله تو امنیت برات میاره ای تو اقتصادی که هم آخرت باشه هم دنیا و زندگی ابدی هم خوش باشید اونجا ایام باشه و واقعا حکومتی را که رسول الله هم جور کرد که ببینید تا 13 قرن هم امنیت بود هم رزق فراوان بود و هم آخرت بود دنیا و آخرت. اسلام هم میطوره در دنیا هم خوشی میخواد در آخرت هم. حالا می کسایی که میگن امنیت چندان امنیت نیست اونجا هم خب اینه میاله کسایی که در امریکا رفتن میساد و در جیبت باشه گشته نمیتونی دوزا پشتت میگرد تفنگچای بی صداست میگه مرا پیسه تا گپ زدی پړق میزنن در کلید میگه اینجا میکشید پلیس خبر نه پلیس میام مرده افتیده تو میکشید آسان اونجا از ترس کارتاست خب کارتای بانکی است طریق کارت پول انتقال میته خب در بانک از پیسه شو در خانه نگاه کردن نمیتونه در جیب گشتانده نمیتونه اگر کدام مصیبت شد بانک دیگه که از گرفت خلاص 1 روپیه نداری. مثل که در افغانستان کسی که مصیبت آمد گفت 600 میلیون روپیه میدم چی بود 600 لگم در بانک بود گفت کلش هیچ شد گدایگر شدم. گفت دیگه حکومت آمدم گفتم این پیسه ماست گفت که باش سعی کنیم
سعی کردن گفتن 600 نیست 60 لگ است. گفتم خب امورم بده گمش کن 600ش به 60 لگ. دیگه دفعه گفت رفتم گفت خب گفت 60 لگ نیست 6 لگ است. خب یقین کنید گفتم امو 6 لگ هم بده. حالا خوب رفت. گفت دیگه روز رفتم گفت که هیچ پیسه اینجا نیست خلاص شده. حیران موند. اینی بانک هم که هست خب واید قسم زندگی دارد. چی امنیت است؟ امنیتی را میگه که پیسه وجوده پشت شانه بگردی کس چیز نگوید. این را امنیت میگه. امنیت. و از قال ابراهیم وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام رب ای رب اجعل هذا یعنی اجعل هذا المکان این جای بگردان هدف مکه است بلدا آمنا بلد امن. این دعای ابراهیم است الله قبول کرده. الله قسم یاد میکند در سوره تین و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. این شهر امن الله را امن گشتاد. دعای ابراهیم علیه السلام یعنی اهلش در امن و استقرار باشد. و نزق اهله من الثمرات رزق بده اهل ازیر از میوه ها. ای رب المؤمنین اهل کسایی که اینجا میاد تا که طاعت تو را بکنن با عبادتت فارغ بال باشن میگه رزقشان بده که عبادت تا کنن. من آمن منهم بالله من الثمرات گندم جو جواری برنج لوبیا نخود دیگه میوه ها سیب است انار است همین کلش شامل. هر کسی که ایمان میارد از اینا با الله و روز آخرت. اینجا ابراهیم علیه السلام خواست کرد که برای مؤمنی نشان بده با کافر نه فقط مؤمن بده. الله میگه نه دنیا را با کافر و مؤمن میده. قال و من کفر الله گفت و ارزق من کفر رزق میتم کسی که کفرم بکند کما ارزق المؤمن مثل که مؤمن رزق میتم کافر هم میتم. ولی فومتعه قلیلا کافر بهره و لذت زندگی را میتم کم وقت تا که زنده است نعمتها را میگیره که مرد روز خوبی به کافر نیست که مرد دیگه آتش است دیگه خلاص. ثم اضطره الى عذاب النار باز چی میکنم مجبورش میکنم در آخرت کشش میکنم سوقش میتم به عذاب آتش. بس هیچ و بئس المصیر بد جای بازگشت است که مرجع کافر است. کافر که مرد دیگه روز خوب نمیبینه. یکم تا میگه کسایی که برق جور کرده ایره چی میگی؟ کامپیوتر جور کرده موبایل که خدمت کرده همو الله میگه کل کافر که بود خلاص جایش داده شد. این خدماتش چی شد؟ خدماتش همی شد که در روشنی زندگی کرد. خدماتش همی برق جور کرد خودش استفاده کرد. سرک جور کرد اون در موتر خدا گشتان این همی بود در دنیا برشد. نعمتهای کافر در دنیاست که مرد خلاص است. دلیلشون بسیار آیات است. در سورة توبه الله می فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. بر مشرک جایز نیست که مسجد الله را جور کنه در حالی که گواهی میده به نفس خودم به کفر. اولئک حبطت اعمالهم کسی که مسجد بیت الله را جور کرده اعمالش برباد است. و فی النار هم خالدون در آتش همیشه میمانه. پس اسلام دین هم میخواهد دنیا را. یکم تو میگه دیندار که شدی دنیا را دست میدی. جاهلی است. بسیار جاهل. دین و دنیا. آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این مضمون در هر جای بیان میشه. حال ما زندگی هم دنیای ما خوب باشه هم آخرت این خوب است یا همین دنیا خوب باشد که مردیم در آتش بریم کدامش؟ هر دویش. عقل هم میرم میگه. این کافران میگن به دروغ گفت که بازسازی و نوسازی و بازسازی و نوسازی آبادی و پروژه هیچ چیز جور هم نکده. دنیای ما فعلا خراب است آخرت هم خب اگر چنگ به این نزینی آخرتت خو رفته. کافرای طور زندگی داره و همین تو زندگی را با ما میخواد. همیاله می سرکای کابل سعی کنی سرکش جور نیست 16 سال تیر شد. بازسازی آبادی خود چی شدی؟ فقر بیکاری موج میزنه. هم دین نیست و هم دنیا را دنیا خو نیست. دنیا خو نیست. دین هم میخواه که بگیره. این دیگه بسیار خسر دنیا و آخرت میشه انسان. پس الله با ما شما ثبات بده که مثل ابراهیم وار زندگی کنیم. و صلی الله علی نبی محمد.